والا که سخت‌ترین کار بعد از معدن ناخن کاریه. واقعا امروز اینقدر زور زدم با مشتری نفهم که دیسکم 5 سانت زد بیرون. آخه هی بهش میگم شل بگیر این دست 20 صاحبو، انگار ارث پدرش تو دستشه. آره به خدا منم دیوونه کردم. راستی پرایمر چقدر گرون شده؟ بعد مشتری میاد میگه چقدر؟ میگم 600 تومن. میگه چه خبره؟ فلانی 200 تومن میزنه. منم میگم برو پیش فلانی بزن 200 تومن تمام انگشتات قاچ بزنه که بعدم خطش کنی. میگم ما با آب کار میکنیم. خدا چی یعنی آخه؟ طرف اومده واسش فرنچ کنم، حالا یه امروز ما یادمون رفت ماسک بزنیم. طرف 1 کیلو سیر خورده، اون مثل گراز هی نفس میکشه، دستاش هم همینجوری داره میلرزه. نگو. بعد هرچی چترال بی کلاس شده مشتری ما. عزیزم میشه نصفشو الان بدم نصفشو سر ما؟ میبینی اینم شانس منه دیگه، اینم شانس منه. خودم منو بردار. دیگری نکن.